انقدر فشار دست نداشته باشید، عجله نداشته باشید، برداتون هر چقدر منسجم‌تر. ببین الان اینجا خطای دید داره ایجاد میکنه و طبیعی تر داره یه میشه. میشه. بعد اگه دیدید باز لازم داره میای شید استفاده میکنید. بهتره که خیلی دور و بر شید نرید، ولی یه جاهایی که مجبور بودید اشکالی نداره. برای شید من سرعت دستگاهمو میارم پایین و اینکه بچه‌ها بردهای حرکتیتون باید کوچیک 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 باشه. برد حرکتی بلند نباید داشته باشید. عزیز دلم کارتریج ها رو داشتیم میگفتیم RL برای لاین انداختنه، اما میتونیم شید لای ابرو هم باش بندازیم. RS برای شیدینگ، شید لب. هیچ وقت نمیایم پشت پلکو یا لای ابرو رو که انقدر کار ضعیفی ستایی بزنیم. حوصله به خرج میدیم و با همین RL شیدمون هم میزنیم تک سرش. بچه‌ها میبینین هیچ قرمزی ایجاد